مورد اول پیگیری پیشرفته. وقتی ترید میکنی بدون ثبت اطلاعات خیلی سخت میتونی بفهمی کجا یک کار رو خوب عمل کردی و برعکس کجا رو اشتباه کردی. ژورنال بهت کمک میکنه تا یه تصویر کلی از عملکردت داشته باشی. مورد دوم شناسایی الگوهاست. یه ژورنال خوب بهت نشون میده که چه وقتهایی از روز یا تو چه بازارهایی بهتر عمل میکنی. مثلا شاید ببینی توی بازار پرنوسان ضرر میکنی ولی توی بازار آروم سود میکنی. مورد سوم کنترل احساساته. تریدینگ یه بازی روانشناختیه. یه روز ممکنه از خوشحالی رو ابرا باشی، یه روز دیگه از استرس خواب نداشته باشی. ژورنال بهت کمک میکنه احساساتتو ثبت کنی و بفهمی چه موقع تصمیمات احساسی گرفتی که به ضررت تموم شده. مورد چهارم یادگیری از اشتباهاته. هیچ کس کامل نیست، اما اگه اشتباهاتتو ثبت نکنی احتمالاً دوباره تکرارشون میکنی. ژورنال مانند یه آینه عمل میکنه که ضعفاتو بهت نشون میده. به طور خلاصه اگه بخوام بهت بگم، ژورنال نویسی بهت ساختار میده، نظم میده و بهت کمک میکنه از یه تریدر احساسی به یه تریدر منطقی و حرفه‌ای تبدیل بشی.